یگان وقت یگان موضوع رو متوجه میشه که از نگاه ذهنی، تخیلی، تصوری برتگ احساس میده، مثل که انگلیسی میگه عادی واو، دیوانیت میکنن. دیگه کدام حرف اضافی دیگه برای تعریف از اون موضوع، بر بیان از اون موضوع نداری. و یا هم بعض وقتا مثل که امروز صبح هم ما واقع شد این موضوع رو که خواندم، مثل از این که استخوان‌های سرم، قسمتی که ما دکترها خیلی خوب میفهمیم، استخوان‌های پریتال در مابینش یک درز وجود داره نی، اما یک احساس پیدا شد که فقط مثل یک دروازه باشه و این دو طرفه باز شود و دماغت میخواه یک دفعه بیرون برای یک دفعه انفجار کنه. این نمو احساس ما پیدا شد. چرا احساس ما واقع شد؟ به خاطر این از یک آیت قرآن شریف است. این آیت خیلی یک آیت مقبول است. این آیت از جمله آیت های 37 سوره قمر است، سوره 54 قرآن. آیتش گفته ولقد راودوه عن ضیفه فتمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذری. اول یک معنای تحت لفظی خود از این میگه که ولقد راودوه، آنها میخواستن او را در ارتباط به مهمانایش راضی کنن، اما خداوند چشمایشان کشید و گفت که اینا لنیم مزه عذاب ما و مزه اخطار ما که براتون داده بود اما شما جدی نگرفتین. اگر آیه را خودش به مو شکل اول ابتدایی بخوانی زیاد معنای ازش نمیگیری، به خاطر ازی که باید پشتر و پیشرویش بگیرینی. حیران میمونی که هدفش از او کی هسته، کی را میخواست راضی بسازه، به خاطر چی میخواست راضی بسازه و چرا خداوند دفعتا چشمایش کشید و گفت تو اینی عذاب ما بود، مزیش این حال بچش و اختاره که ما برات داده بودم. به خاطر ازی که دیگه هم ضرورت است که قصی پیشروی پشتر از ایره بفهمی. این قسمتی از سوره قمر است که دوجه داستانی از تمام پیغمبرها آمده بر اقوامشان، وقتی که قوم‌های مختلف ما شما هر کدامش 1000 بار شنیدیم چطور خداوند قوم لوط، قوم عاد و ثمود، قوم صالح، هر کدامش به طریقه های مختلف است. و این برد وقتی که اونا قوم یونس، وقتی که اونا چیزی که خداوند برشان گفته بودن جدی نگرفتن، جزا را جدی نگرفتن، موضوع را جدی نگرفتن. اما در اینجا خاصتا مربوط به قوم لوط گفته شده و او هم قسمت گفته شده که وقتی فرشته ها پیش قوم لوط پایین میشه یا پیش خود لوط علیه السلام میه، به خاطر از این آمدن که جزایی را که خداوند برای فرشته ها وظیفه داده و هیست که باید بالای اینها یک باران، یک طوفانی که با خود سنگ و ریگ و خاک و همه از این چیزها را دارن، این چیز بالای از ببارن. اما پیش از او کسایی که از فامیل لوط علیه السلام و کسایی که صالح هستن و رو باید با خود ببارن و نجات بدن. پیش لوط علیه السلام و لوط علیه السلام دفعتا میفهمه که موضوع چی است و اینا به خاطر چی آمدن و گپش چی است. اما قوم لوط علیه السلام از جمله قومی هست که در موضوع همجنسیتی، شهوت‌های همجنسیتی، همجنس بازی و در این گپا، چیزی که ما مردم هم بچه بازی و لواطت در این گپا میشناسن، در این چیز فوق العاده غرق هستن و آمده که یاره از بین بباره. حالا سر این یک کمی پیش زمینه تا کیره نمیگفتیم رجیب موضوع اصلی نمیمان. موضوع اصلی در این مورد راجع به چشم ها، قسمی که اینه چند تا چشمای مقبول در
آیه گفته ولقد راوده عن ضیفه فتمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذری. در اینجا گفته وقتی که آنها یعنی مردمشان کیره لوط علیه السلام در ارتباط به مهمانایشان میخواستن روزی کنن، خداوند چشمایشان ازشان گرفت. فتمسنا گرفتن چشما رو نمیگه که تنها یک کس کور بسازی، قسم کور بسازی که چشما را کاملا تخریب بسازی، یعنی واضحا ظاهرا هم دیده شود که چشمای از اینا وحشتناک شده، چشمای از خراب شده، چشمایشان یا بر آمده، چشمایشان فصلی که تخیل کنین تیزه و انداخته باشه یا به هر قسم دیگه‌ای که خودتان تخیل کرده میتونه. هدفی است که فیزیکی دیده میشد که چشمایشان تخریب شده، خراب شده، بر علاوه ازی که دید خود از دست انداخته بودن. و برش میگه که انال مزی مرا بچشین. کل موضوع جالبیتش به من از اینجا شروع میشه. جالبیت موضوع همه کشته هیچ عزیز که چرا چشما خداوند چرا نگفته که میتونست کلیشان قطع کنه، میتونست دستشان قطع کنه، میتونست نخونشان قطع کنه، میتونست زبانشان قطع کنه. نه، وقتی خداوند دقیق چشم یاد میکنه در کل از این آیه، وقتی که دقیق چشم از بین میباره هدف کنه، پس کل هدف است که هدف از چی است؟ چرا تنها چشم از بین ببری؟ خیلی خوب سوال است. وقتی که جواب زیر بیافی بازونمو احساسه که من گفتم که احساس میکنی که دماغت میخوای بیرون برای یک دفعه اونمو رو پیدا میکنی، در غیر از او رو پیدا کردن نمیتونی و احساس برات رخ نمیده. جوابش است که ما انسان ها هر عمل را که اجرا میکنیم، اگر او عمل خوبی باشه یا بدی باشه، اول میبینیم با یک تجزیه ذهنی که او تجزیه ما استوار با تمام تجربه های ما، علم ما از جامعه، از کلتور، از همه چیزی که ما تا به حال در دماغ خود گرفتیم او صورت میگیره. باز بعد از او ما تصمیم میگیریم. یعنی دیدن با چی ذهنیت به ما میده راجع به یک کس، راجع به یک وضعیت، راجع به یک حالت، راجع به یک حیوان، راجع به یک شیء بسیار تصمیم گیرنده است. چشمای ما هست که به ما نشان میده که طرف مقابل چطور هست. مثال خوبش در جامعه امروزی ما اکثریت چیزها را که میبینیم نظر به اونمو تصمیم میگیریم. مثال نفر میبینی که موترش لوکس است، ساعتش لوکس است، لباسای برند پوشیده، خلاصه ما ذهنیت خود جور کردیم. نفر لوی است، نفر کلان است، نفر سورمند است، نفر قوی است. نفر قوی است از این که شخص قوی، کس قوی دیگری وجود نداره. ما ذهنیت خود ما ساختن در این مورد. وقت انال اینمی کلش از کجا آمد؟ کلش از برداشتایی که ما انسان چیز شخص فقط به ظاهر خلاص ساختیم، چیزی که ما میبینیم. دیگه همیشه گفته میشه که شما از او بیشتر هم ببینین. یا مثال وقتی که ما عروسی میکنیم دختره فقط به مقبولی اکثریتا دیده میشه در جامعه، مقبول است و خلاص دیگه چیز نیم بگی به من. بچه به شکل که خواستگاری میره، وظیفه داره، متریای لوکس داره، خانه جدا میده، بده بخیر. مطابقی قسمتی از شخصیت انسان است، بود انسان اصلا دیده نمیشه. در اینجا هم موضوعی که تمام قومشان از جمله قوم همجنسگرا و همجنس باز یا هستن یا نامدن که تنها خواهش کنن یا آمدن به هر قسمی که میشه با زور، با قدرت، با مشت، با زبان، با تهدید، با همه چیز لوط علیه السلام راضی کنه که 2 دانه فرشته‌ای که به ظاهر یک مرد آمده در پیششان، مردای مقبول او رو با خود ببارن. واضحه که او رو با کدام هدف خوب به خود نمیبارن، میخوادن حتما تجاوز کنن و 1 نفر 2 نفر هم نی. فکر کنم مثل که قصه از تجاوزهای دست جمعی می باشه، از محفلهای همجنس بازی یا غیر همجنس بازی شهوانی محفلهایش می باشه، به او شکل میخواین رو به خود ببارن. و یا تمام مقبولی یک انسان، تمام صورت ظاهریشانه به خاطر هوس خود فشرده ساخته بودن،
خاطر هوس خود کاهش داده بودن، او رو به مو اندازه خلاص ساخته بودن، از او بیرون مقبولی رو نمی دیدن. خصوصا مقبولی یک مرد به اون موضوعی که علاقه داشتن. انسان تنها به یک شی، به یک وسیله هوس، به یک چیزی که به او میرسن، به اون مخالص ساخته بودن. پس این دو موضوع را نشان میده که ما همیشه انسان بیرون است یا شی، شخص، موضوع و وضعیت بیرون از این وضعیت ظاهری که با ما هست، از این فراترش باید ببینیم، عقب از این را ببینیم. و بر علاوه از یک نقطه بسیار جالب دیگه ای که ما از این خوشم اومد، همیشه مهم است که ما هم چی تصویری به طرف مقابل از خود انعکاس میدیم. طرف مقابل، اکثریت مردم قسمی که گفتم میبینن، تحلیل میکنن، باز بعد از او تصمیم میگیرن. اگر تو به طرف مقابل طالب هر کسی که باشه در بود وظیفوی اگر ما ببینیم، اگر تو خودت از اول کم جرأت پیش بری، تنبل خودت بگیری، آرام خودت بگیری، مداخله نکنی، دیگران ازت میگیرن، امی انتباه میگیرن، امی تصویر خودت انتقال دادی، گوسفندیست میگن. اما اگر تو از خود فعال نشان دادی، چیزی که یاد داری رو هم تبارز دادی، نشان دادی، ظاهر طرف مقابل میبینه که نه، این کسی هست که با من همصحبیه، چشم به چشم گپ میزنه. تو از خود میخوای چی تصویر انتقال بدی، این بسیار مهم است. بنابراین بعض وقتا در سادگی، در لودگی، بعضی موضوعات که اصلا در ما نیست، در وجود ما نیست، در خود ما نیست، در ذات ما نیست، او را ما خودمون به طرف متقابل نشان میدیم که من ضعیف هستم، من ناتوان هستم. مثال فکر کن رفاقات دوستی، اگر اکثریت بچه ها شکایت میکنند که دوستا فقط دوست جیبت است، دوست پیسیت است، دوست همین موضوعات رویایی دنیایی هست اکثریت انسان ها. و تمام همین موضوع را به اینمی خلاص میسازن، همه گیشه که خودت دوست ظاهری وی که باید از انسان ها، دوست دیگه چیزی نیست. و اگر امی انسان به می شکل خود ضعیف و عادی بگیره، دوستایش اتومات فکر میکنه که من از هر نوع سوی استفاده کنم که نمیتونم. این تصویر ما خود ما از انتقال دادیم. پس بنان همیشه متوجه باشیم که ما با خود چی تصویری که انتقال میدیم جدی گرفته میشه، چشما میبینه، چشما سر آغاز همه عمل ماست، دماغ سودی که تجزیه میکنه و بعد از ما تصمیم میگیریم. و هم ما هر انسان را چیزی که به ما نشان داده میشه در سوشیال میدیا، در جامعه، توسط موتر و پول و پیسه، توسط زور و تجزیه، اکثریت از این فراترش باید ببینیم. یا انسان ها را تنها مقبولی، تنها اندام، تنها لباس مارکه، هم از این چیزها، از این بیروتر و فراتر ببینیم. و می خاطر جزایی که در یایه آمده، قسمی که در اول گفتم خدا نگفته که من سر از یار قطع کردم، دست از یار قطع کردم. در این مورد گفته که من چشمایشان گرفتم، به خاطر که از او چشما و انسان ها را به چی حد خرد ساخته بودن، به چی حد خلاص ساخته بودن، از امو حدی که خودشان به خاطر هوس میدید، از او اضافه تر نمیدید. بعد از او جزای آمده، جزایی که بالای از او طوفان سنگ های آتشی و گل و خاک و ریگ آتشی شده و همه از واس بین رفته. دیگه انشاءالله که چیزی که من میخواستم بگویم، چیزی که واقعا فوق العاده مثل یک هوای تازه واری دماغ انسان یک دفعه باز میکنه. امروز صبح با خواندن این موضوع از نگاه بود روانی که چشمها روانی چی میبینه، یکی ظاهری است یکی روانی، و من رخ داد همراهتان شریک ساختم. وقت خواهش به همه.